آنچه از آغاز جنگ در ایران رخ داده برای بسیاری از ناظران تنها مجموعی از رویدادهای پراکنده حاصل یک جنگ نیست. وقتی این رویدادها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تصویری از فشاری فزاینده بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد. در این گزارش ویژه به بررسی نشانه‌هایی می‌پردازیم که برخی تحلیلگران از آن به عنوان مراحل پیشرفتی روند فرسایش و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. این ماجرا با یک انفجار بزرگ آغاز شد. حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای انجامید. اما آنچه پس از این حمله رخ داد شاید بیش از خود حمله اهمیت داشته باشد. ورود عملی به یک نقطه بی بازگشت. در حالی که انتظار می‌رفت حکومت تلاش کند تصویری از ثبات و کنترل ارائه دهد، واکنش‌ها پراکنده، متناقض و گاه برای حامیان جمهوری اسلامی نگران کننده بود. یکی از نخستین واکنش‌ها از سوی وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی منتشر شد. او در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دیپلماسی باید در اولویت قرار گیرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی طی سالها تلاش کرده بود میان مذاکره دیپلماتیک و گسترش توان نظامی نوعی توازن برقرار کند. روایتی که به تهران اجازه میداد همزمان خود را خواهان مذاکره جلوه دهد و در این حال مسیر تقویت قدرت نظامی را ادامه دهد. اما به نظر می رسد شرایط تغییر کرده است. This had to be done. نشانه ها حاکی از آن است که این روایت دیگر کارایی گذشته را ندارد و حتی در درون حاکمیت نیز این واقعیت در حال درک شدن است. با آغاز حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، ائتلاف‌های گسترده‌ای علیه آن شکل گرفت. ائتلاف‌هایی که پزشکیان را وادار کرد بابت این اقدامات عذرخواهی کند. با این حال نه تنها این اقدامات متوقف نشدند، بلکه گسترش هم یافتند. امری که گویای هرج و مرج سیاسی و محاسبات راهبردی نادرست است و موقعیت جمهوری اسلامی را هم در داخل و هم در عرصه بین المللی بیش از پیش تضعیف می کند. نشانه دیگری از نگرانی در اظهارات یکی از معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با رادیو NPR دیده شد. او هشدار داد که a war can be started, but to end that war it is not easy to suggest, and by the way the whole region will suffer. برای بسیاری از تحلیلگران این جمله گویای نگرانی عمیق از تشدید درگیری‌ها فراتر از توان مدیریت حکومت است. در همین حال گزارش‌هایی از اختلال در ساختار نیروهای امنیتی منتشر شده است. پیشتر مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از هزاران مورد جدایی و فرار در دستگاه امنیتی خبر داده بود. از زمان آغاز جنگ، گزارش‌های بیشتری منتشر شده که نشان می‌دهد حدود 5% از نیروها پیشاپیش مواضع خود را ترک کردند یا تسلیم شدند. در کنار این، باید به یاد داشت که شمار تلفات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز روز به روز بیشتر می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند نشان دهنده تضعیف مهمترین ستون قدرت جمهوری اسلامی باشد. همزمان رقابت بر سر جانشینی نیز آغاز شد. علی حسینی خامنه‌ای پس از گزارش‌ها درباره کشته شدن علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرعت مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر بعدی منصوب کرد. اما این روند از همان ابتدا با واکنش‌هایی در داخل حاکمیت روبرو شده است. بسیاری از چهره‌های برجسته حاکمیت نسبت به این سناریو ابراز تردید و حتی انتقاد علنی کردند. به نظر می‌رسد که حتی در خود جبهه اصولگرا نیز تردیدهای بسزایی نسبت به انتقال رهبری از پدر به پسر وجود دارد.
مجموع این شکاف‌ها و اختلاف نظرها حاکی از عدم وجود اجماع و هماهنگی در رأس قدرت نظام جمهوری اسلامی در این روزهای حساس است. روزهایی که پیامدهای گسترده‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی و تاریخ ایران خواهند داشت. در بخش بعدی این گزارش به موضوع دیگری می‌پردازیم. چگونه جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای کنترل خود بر جریان اطلاعات و روایت‌ها را از دست می‌دهد.